از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کدام یک از شما روزه دار است؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمود: من. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کدام یک از شما امروز جنازه ای را تشییع کرده است؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمود: من. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کدام یک از شما امروز مسکینی را غذا داده است؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمود: من. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کدام یک از شما امروز بیماری را عیادت کرده است؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمود: من. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: این صفات در وجود هیچ کس جمع نخواهد شد مگر آنکه وارد بهشت می‌گردد. ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا